خبر عاجل از فرانسه. نخست وزیر فرانسه استعفا دادن دوستا. همین صبح نخست وزیر استعفا دادن. آقای لوکورنو دیگر نامه استعفایشان را که نوشته کرده بودن همین صبح تحویل رئیس جمهور کردن. رئیس جمهور هم قبول کردن استعفایشان را و دیگه فعلا ببینیم که دوباره چه وقت رای گیری میشه. ولی درست میگم، ما چی شویم، از ما باشه یک نفر نخست وزیر، طرف چپ میگه ما باشیم، دیگهش میگه ما باشیم، دیگه معلوم نیست. فقط مردم تصمیم میگیره دیگه، فهمیدی که کی باید باشه دیگه. قبل از آقای سباستیان لوکورنو یکی دیگه بود. من در سفر بودم که ایشون نخست وزیر شده بود دیگه. آمدم که اینم استعفا داد. چرا استعفا میده به خدا. و دیگه این از این بود از خبری امروز. اطلاعاتی فرانسه امروز.